این سیاه انگار بازی کردیم باشون سیاه راسته حمید بیا اوه متدی زودتر بیشتر گل نشد تو کنتر صدا شد حالا بازیکن‌های تیم پرسپولیس همون لونگیا یواش یواش آماده میشه. استقلال 3 تا گل زده. یکی گادنوز دوندهشون 5-14 Outside. Coming, Bruce. Oh boy. Stay up, up. ماشاءالله حمید. باریکلا حمید رضا. Good job. Good job حمید. باریکلا. بچه باریکلا. باریکلا بابک. Good job. برگشت عقب. آفرین. بچه ها خیلی باید موقعی که توپ دستمون میاد رو به جلو حرکت میکنیم تو پاسامون دقت بکنیم. بهروز جان این نکات من دلم میخواد رعایت شه. حمله تبدیل به دفاع نشه. مرسی. کورنر شد. کوتاه اجازه سانت حالا نباید بدی. خطرناک. هافبک‌های چپ و راست الان سریع بعد رو به توپ بیان باز کنن. سریع‌تر. تیم بعد الان بیاد بالاتر. کاشته است. حمید جان بیا بالاتر. آفرین. بابک چون الان تو بعد فورواردی بری جلو. تو الان بغل هافبک پس آفرین. برو جلو. باریکلا بابک. حمید بزن. شوت پیمانده جون. این بهروز این جنگندگی ها من نگاه کن. این جنگندگیش خوب باید باشه. جنگندگی بچه ها
باریکلا حمیدرضا خوب جنگیدی آفرین. قبل از که کنی حدید کن دیگه. امیر اومد یه جا برای امیر باز کنید. بچه ها سمت راست اونا الان قشنگ معلومه ضعیف. حالا من نیمه دوم تذکر میدم ولی از سمت راستشون خوب میشه حرکت کرد. نیست که 14 شون خوب میدونم. سلام. چطور میزم؟ خوبی؟ همین جون چطوری؟ حالت خوبه؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. سانت نکن. خوبه همین. باریکلا همین. Good job. این یکی تو پر بشت. گفته نداره. میخوای اینو مورش کنم اونو بذاری؟ آره اون بر نداریم. ایراد نگیر از اون. نشون میده چقدر نشون میده. این؟ نه این ما بچه روی ها پای فضا من ندید. سانت نکن. بزن مسعود جان. مسعود یه تیکه بچه ها خواهشن تو دفاع یه تیکه دفع بشه. امیر جان حالا شامین کجایی؟ کجایی؟ حالا بیا سریع بیا برس اشکال نداره. بیا همه اومدی اوکی سریع بیا. خدا نه خواهش کن. ببخش وقتی بازی نیست نیست نمیره. جفتشون سفته. ماشاءالله بهروز. ببین اینی که سفت میکنه حرکت نمیکنه. اینجوری نیازی نیست بشه چون لولت یکیه. همون اینجوریه میتونی صف اینجوری نگرش. آره این دیگه اون نی. چرا پس اینجوری لحظه؟ نو ایدیا. اینه صبر شد. اینه شد. گره همون میگم این. بیا قشنگ الان تو. اینه. خب باریکلا چیز از سیاوش سعید جان اگه این پاسا یه پاس ساده بدی اینجور نمیشه. اشکال نداره. اجازه بده بچه ها. اشکال نداره. عجله نکنید. نباید اینجوری کنه. چهارده خیلی میده. بولا دفاع کن. بچه ها اجازه سانت گفتم ندید. سانت های اینا خطرناکه. هم شوت زدن هم سانت کردن بچه ها. باید ببینیم اشکال کار چیه. بچه ها خونسر آروم باریکلا اتفاقی نیفتاده. بار بازی گل اول زدیم بود. یه تیکه باریکلا
بهروز جان نباید این توپا بچه‌ها وسط از دستمون بره. این توپا خطرناک. کمک بالا بچه‌ها بالا. وای این گله. اشکال نداره. بهروز من بچه آنلاکی اشکال نداره. حرکت خیلی عالی بود بابک. باریکلا. باید بچه بابک از کناره ها میره. تو بیجای یار که از کناره ها میره ما بعد آماده ضربه زدن باشیم که اینا گل بشه. درست باشه. مرسی بهروز. گردنت زاویه داره به نظر من. بزن یه تیکه. باریکلا. به سمت کنار. همین رضا جان این توپ باید به سمت کناره ها دفع بشه که خطر ایجاد نکنه. آفرین. آره محمد. داره خوب سوت میزنه. آره خطا بود. گلش داد. پشت سر مهدی. پشت سر مهدی. باریکلا سیاوش. آفرین سیاوش که خالی بود حرکت کردی. باریکلا. بالا بچه‌ها بالا. بالا بچه‌ها بالا. همینجا بیا. 14 حرکت زیاد نکنه. محمد جون 14 وسط حرکت. شماره 14 شد. باریکلا مسعود. الله. گل شد. بچه‌ها اکثر توپایی که الان اونا دارن صاحب میشن توپاییه که ما بهشون میدیم. ما فرصت براشون ایجاد میکنیم. به محض که توپ دستمون میاد میتونیم با یه پاس ساده یه کنترل بکنیم، حملمون رو طراحی بکنیم. شوت نزنه. آخ. شوت نزنن. خواهشاً شوت نزنن. آفرین سعید. سعید جان. سعید مهدی. بچه ها کافیه. استرس نمیذاره بشینی. درست بود این داشت جلو برم نکار. جلو بافت. جلوتر استارت کرد؟ نکرد ولی خب چی بود اونا داد زدن. و توپ آخه کامل ساکن بشه. من چه آفساید گیره؟ وای اینجوری میشه همچین چیزی که آفساید بشه. چی گیره ولی؟ سعید اشتباه بود. نباید داور پیرمرد اگه فشارش کنه. اصلا به داور هیچی نباید. بچه‌ها داور مسنه. اگر فشار به همچی داوره بیاریم تازه به ضررمون میشه. کنترلش رو از دست میده. بهروز جون خوبه برگرد. اشکال نداره.